صدای اذان می آید. صدای اذان می آید از حنجره خشدار مردی ایستاده به سوی تاریکی، به سوی تاریکی، پشت به خورشید و رو به سوی غرب، بر مناره هایی با پرچم بنفش. از آنی به وقت شرعیات ساختگی برای تکمیل تظاهر بر ساحت انسانی، ساحت انسانی، عده‌ای بر طبلی از پوست انسان می‌کوبند، جماعتی برهنه بر میانه میدانی از آتش می‌رقصند. پیر مرادی خفاشگونه برای زنی که خون زنی را می‌مکد، رهبری که با مشت‌های پوشالی، با چشمانی ریز و کور و دندان‌هایی از دنده انسان جمجمه می‌شکافد و مغز بیرون می‌کشد. هلهله و همهمه مردانی بدون آلت و کل کشیدن کنیزانی با درفش رنگین کمان، زمینی از هم گسسته در تفتیش تاریخ، هویت‌های مجهول و مبهم، نطفه های کوری در تخیل انسان، باروری هایی که در رحم های بی عاطفه حاصل می شود، فانوسی خاموش در میانه آتش، شمع آب شده ای به پای تصویری مقدس، تصویری مقدس. رد پایی نقش بسته بر سنگ، دیواری ترک خورده از دعاهای پوشالی، کعبه‌ای از جنس سنگ برای سنگ دلانی به اسم انسان و جماعتی برای اقامه جهل قیام کرده. یک سو خدا را به صلیب کشیدند، سوی دیگر سر خدا را بریدند و خدایی که بر لبهای مردی عصا دست همچو ماهی به گل نشسته خشکیده است. شرک همچو لکه سیاهی بر سنگ سیاه در دل تاریکی، همچو سایه‌ای که سر می‌برد در تعقیب ماست و ما باز خوشباورانه فکر می‌کنیم این دنیای ساختگی بهشت ماست، بهشت ماست.